دوستان میدونید ابا عبدالله سلام الله علیه که دنبال تک تک یارانش میگشت، میدونید روز عاشورا یه عده‌ای رو بیرون کرد از صف شهدا، گفت من نمیخوام شما شهید بشید. میدونین کیا بودن؟ صبح عاشورا ابا عبدالله سلام الله علیه فرمودن که بین شهادت طلبا، اونایی که همه آمدن دیگه شهید بشن، هر کی میخواست فرار کنه فرار کرده، اینا وایستادن کشته بشن در راه اهل بیت. یه عده‌ای رو همون حسین ابن علی که میفرماد هل من ناصر ینصرنی، یک یاور میگه یکی نیست به من کمک کنه، خود ایشون یه عده‌ای رو فرمود از کربلا صبح عاشورا، گفت فرمودن برید بیرون اینجا نباشید. کیا بودن؟ کیا بودن؟ دیگه من و شما که از اونا بالاتر نیستیم که. او آمده کشته بشه روز عاشورا. ابا عبدالله فرمودن هر کس بدهی دارد به کسی، حق مالی از کسی به گردن اوست، به یک انسانی، به حقوق اقتصادی و مالی یک انسانی تجاوز کرده، حریم اقتصادی کسی رو ضایع کرده، من نمیخوام امروز خونش با خون ما مخلوط بشه، نمیخوام شهید بشه امروز. تو میخوای شهید بشی، من نمیخوام تو شهید بشی. ابا عبدالله یه عده بیرون کرده روز عاشورا، گفت نمیخوام کشته بشی. اگر کسی تو بازار و تو فعالیت اقتصادی حق یک کسی رو بالا کشیده، ولو قرضی کرده از او و قرضشو پس نداده، امام حسین میفرمان، این که تازه امام حسین بحث کلاهبرداری نکردن، فرمودن اگر از کسی قرض کردید بهش پس ندادی نمیخوام اینجا باشی. وقتی امام حسین عزادار خودش رو اگر ظلم کنه به کسی میبخشه، دیگه محب امام حسین بالاتر از کسی که آمده روز عاشورا کشته بشه؟ خود امام حسین بیرونش کرده. دو تا امام حسین داریم، دو تا تشیع داریم، دو نوع عزاداری داریم، دو تا محرم داریم. اولین روزه رسمی برای ابا عبدالله رو کی خونده؟ یزید. اولین مجلس روزه و نوحه رسمی محترمانه برای ابا عبدالله رو یزید برقرار کرد. اولین روزه حقیقی برای سید الشهدا رو زینب سلام الله علیها خواند. ما دو تا روزه داریم، روزه یزیدی، روزه زینبی. همین الان هم هر دوش هست بین جامعه شیعه و تو همین ایران هم ما دو نوع روزه خوانی داریم. همین الان ما دو تیپ مداح داریم، دو تیپ روزه خون داریم، دو تا عزاداری سید الشهدا داریم. یک روزه‌ای بود که یزید خوند برای ابا عبدالله، یکی هم روزه های زینب سلام الله علیها بود. یک امام حسین درست کردن که بشه خیانت کرد بعدم بگی آقا ما محب اهل بیتیم. یک امام حسین هم ساختن، امام حسینی بود که گفت صبح عاشورا نمیخوام کشته بشید اگر حتی یک نفر از شما طلب داره و طلبشو بهش ندادی و آمدی، به حق یک نفر اگر ستم کردی من نمیخوام شهید بشی اینجا. مواظب باشین کلاتونو بر ندارن. اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، خدایا پناه بر تو که ستم کنم به کسی تو بازار یا ستم بپذیرم از کسی، او ابغی او یبغى علیه، کسانی حق منو پامال کنن یا من به کسانی حقشونو پامال کنم، او اعتدی او یعتدى علیه، کسانی به من زور بگن و تجاوز کنن به حقوق مالی من یا من به کسانی زور بگم و تجاوز بکنم، و کسانی به من طمع کنن یا من به اونها طمع کنم به اموال اونها، حقی از من پامال بشه یا من حقی از کسی رو پامال کنم. در هیچ یک از این دو صورت من شیعه نیستم. آقا روایات اهل بیت دو جوره، یکی میفهمان الشیعه، من شیعه کسی است که چه راستگو، صادق، امانتدار، وفادار، چه یه جایی میفرمان کسانی هستن که لیس بشیعه، اینا شیعه نیستن ولی خودشون میگن شیعه، اینا شیعه نیستن. ده ها روایت از اهل بیت و از جمله از خود ابا عبدالله براتون میارم که فرمودن کیا شیعه هستن کیا شیعه نیستن، هر دوشون هم خیال میکنن شیعه هم. آقا جون، اینایی که ابا عبدالله رو دعوت کردن پیمان بستن، 120,000 نامه از کوفه رفت، بعد کربلا اکثر اینا میگفتن ما شیعه ایم، همشون هم میگفتن محب حسینیم، جان اونو در راه حسین میدیم. بعد همین قالتاق ها در کربلا با حسین چه کردن؟ سید الشهدا اسم اینا رو میبرد، میگفت کی شما برای من نامه ننوشتید گفتید آقا پیروان شما شیعیان شما همه آمادند میوه ها رسیده بیایید؟ میگفتن کی؟ ما؟ نه ما کی نامه نوشتیم. این قالتاق هست یا نیست؟ اینا قالتاقن یا نیستن؟ الان هم ما از قالتاقا داریم.
فرمودن اللهم انی اعوذ بک من شر ابلیس و جنوده و شر الفسقه. خدایا از شیطان، از فاسقها و فاسدها و گناهکاران و از شر شیطان و سربازانش در بازار و در اقتصاد، تو بانک و تجارت و گمرک و واردات و صادرات و معاملات و بنگاه ها، خدایا پناه بر تو. و حسبی الله لا اله الا هو، خدا بس است، اگه به خدا تکیه کنم مشکلات حل می شود. علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، بر خدا توکل میکنم و وارد این کار میشم.